شرط اول متوکلین و علی الله فلیتوکل المتوکلون. سیزده شرط اولش است که تو به مالک بودن و متصرف بودن الله. از این خاطر مشکلی که در بین کسایی که به غیر الله توکل میکنن که یا مالک متصرف الله را عقیده نمیکنن، در زبانت حمد گویا، بر دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود. بسیاری کساست دمی دستش تسبیح است، اما تو چی که تو قسم میکنی. یک روز یک کسی است برای ما چی قسم است؟ ما یک قسم عادت داریم، یگان دفعه ما گفتم بیا در قد بسیار ببخشی یا سم برو ذکر الله را بکن، فکر ذکر تو به الله بگو، اونجا بیشی تو سبب مر الابته بارگی ما بریم یگان اون طرف سعی کنم یا خیسای که ما گپ بزنی ای تو که دانت بان این چه قسم است که دانت فرفر میکنه و فکرت به گپای ما هست. دستش تسبیح است و برامت ما با گپ زدم میگم گفتم چه قسم است من نمیفهمم. اگر کسی ذکر میکنه ذکر او است که وقتی که میگی سبحان الله متخیل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله پاک است الله والحمد لله و حمد ثنا و صفات مخصوص الله است و لا اله و نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود الا الله. اینا با قلبت داری دیگه. وقتی که با قلبت دیگه باشه عظمت خالق در قلبت باشه و قسم که در زبانت است، پس تو جرأت پیدا نمیکنی که تو ما گپ بزنی یا به گپای ما گوش میگیری. میریم که گوشه میشین من میگم استاد تو یک دقیقه چوب بشی که من یک 5 دقیقه با الله اینجا ذکر میکنی، اما ای که ذکر میکنی این بعضی اوقاتی قسمش. از این خاطر کسایی که مشکلشان نمی هست که توکل به غیر الله میکنه، به عوض ازی که در خوانش قرآن است و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، عوضی که شفا و رحمت از قرآن با توکل به الله بخواه، از این موتر میگیرم میرم صاحب غزنی، میرم صاحب مزار، میرم صاحب شپول بابا، میرم صاحب فلانی بابا. پس معلوم چی شد که ای بد مالک بودن و متصرف بودن الله سم انوز عقیده نکرده. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اگر پرسانش کنید صحیح 40 سال ملایی کرده، اما اگر برش 40 ساعت درس عقیده خواندی مشکلی است. 40 ساعت نخوانده، 40 ساعت نخوانده. از این خاطر مشکل کسایی که قرآن نمیخوانن، سنت نمیخوانن، همیشه از قصه‌هایشان میفهمی. 2 ساعت کسش قصه کو یک دفعه نمیگه الله تو گفت، نمیگه که رسول الله تو گفت، والا فلانی شیخ تو گفت، بیتار تو گفت، عطار تو گفت، نابغه تو گفت، زبیانی تو گفت، فلانی تو گفت، فلانی تو گفت. یک روز یک مجلس شدم یک نفر میگه که ماچم مارکس تو گفت، که لنین تو گفت، که فلانی تو گفت، فلانی تو گفت. یک دفعه نگفتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این تو گفت. از صحیح بخاری چی بدیدی؟ این حال پس شرط اول در چی است؟ در توکل که به مالک بودن و متصرف بودن الله در کائنات عقیده داشته باشه.